آرزو دستور سس خونگی خوشمزه رو بهم میگی بنویسن. آره حتما انقدر این سس خوشمزه است و سالمه و البته لاغر کننده هم هست که به نظرم تو هر خونه‌ای لازمه که داشته باشن. یه لیوان روغن کنجه بنویسم. یه لیوان روغن کنجه واسه یه سس تو میخوای چی میخوای؟ بگو دیگه چی میخوای؟ روغن کنجه دیگه چی؟ ارده چقدر ارده بریزیم چقدر ارده 6 قاشق غذاخوری یه لیوان روغن کنجه نخود پخته ارده میخواییم 6 تا قاشق غذاخوری غذاخوری؟ بله یه چیز دیگه هم گفتی چی بود؟ نخود پخته خب دیگه چی؟ نخود پخته بریز توش نصف لیوان آب لیموی تازه مثل لیوان آب لیموی تازه یه قاشق مثل یه غذاخوری خوشمزه نمک بی نمک نباشه اون سس نصف قاشق غذاخوری نصف قاشق فلفل قرمز فلفل قرمز یه قاشق بله. چای خوری استوب بزنم من گم میزنم تو کلیپشون چرا استوب بزنم یه قاشق چای خوری کتیرای گل آسیاب شده کتیرا از کجا باید بگیریم کتیرا رو میتونید از عطاریا بگیرید همه عطاریا کتیرا دارن 3 تا 4 حبه سیر توی میکسر میریزیم قاطی میکنید و میشه یه سس خوشمزه اسم سس رو میخوام فقط شاهنگ بگم خیلی ممنونم. سس آرزو. سس آرزو. آرزومه یه سوسی درست کنم سسی نمونه هرکی بخوره اونو دهنش با بمونه. این که میگم یه ترکیبه از سس آرزو موادو باید بریزی توش مو به مو بدون مو